شما هم نگران تحلیل عضلاتتون تو سنین بالاتر هستید، تو این ویدیو با من همراه باشید. سلام، من مهسا هستم و قرار روند طبیعی بدن رو براتون توضیح بدم. بدن ما با بالا رفتن سن هر سال متاسفانه درصدی از عضلاتش رو از دست میده. به این روند میگیم سارکوپنی. چجوری جلوش رو بگیریم؟ یکی از بهترین روش‌ها ورزش کردن و مخصوصاً ورزش‌های مقاومتی هست. این وسط ازتون میخوام برام تو کامنت ها بنویسید ورزش‌های مقاومتی چیه و چجوری میتونیم انجامشون بدیم. بریم سراغ ادامه مطلب. ورزش مقاومتی میتونه روند سارکوپنی و تحلیل عضلات ما رو کند کنه و باعث حفظ توده بدنی و افزایششون بشه. حالا این به چه درد میخوره؟ عضلات ما نقش کلیدی در بدن ما دارن و به خصوص در سنین بالاتر باعث حفظ تعادل عضلانیمون میشن و جلوگیری میکنن از سقوط‌های مکرر و آسیب‌های بعدیش. پس لطفاً اگر جوان هستین ورزش کردن رو جدی بگیرید و حتما ماماناتون و حتی مادر بزرگاتون رو تشویق کنید که ورزش رو هر چه زودتر شروع بکنن، چون ورزش در سنین بالاتر نه تنها لازمه که بسیار هم ضروری و کمک کننده است. فقط مهمه که ورزش مناسب و امن خودتون رو پیدا کنید. تعادل هورمونی در ورزش. وقتی ورزش منظم انجام میدیم، سطح یک سری از هورمون‌ها مثل هورمون انسولین که مسئول کنترل قند خون ماست، هورمون‌های تیروئید که مسئول تنظیم سوخت و ساز بدنمون هستن، هورمون‌های استروژن و پروژسترون که مسئول تنظیم چرخه قاعدگی و سلامت زنان هستن و هورمون کورتیزول که تو ویدئوی قبلی بهش اشاره کردیم تنظیم میشن. این چرخه و تنظیم شدن هورمون‌ها باعث عملکرد بهتر و انرژی بیشتر در طول روز میشه. همچنین این تعادل میتونه به کاهش و بهبود علائم تخمدان پلیکیستیک و همچنین مقاومت به انسولین کمک کنه. پس ورزش نقش کلیدی در بدن ما داره و امیدوارم ورزش رو حتما بخشی از زندگی روزمرتون کنید. بالاخره ورزش برای مفاصلمون خوبه یا بد؟ وقتی ورزش میکنیم مایع سینوویال بین مفصل جریان بهتری پیدا میکنه. این ماده حکم یک روان کننده رو داره و باعث کاهش استحکاک توی مفاصل میشه. مورد دوم اینه که با تقویت عضلات فشار رو از روی مفاصل برمیداریم و باعث میشیم درد توی اونها کاهش پیدا کنه. مورد سوم با افزایش دامن حرکتی مفصل که در نتیجه ورزش کردن اتفاق میفته، احتمال خشکی و سفتی مفاصلمون رو از بین میبریم. به این صورت از این سه تا نتیجه میگیریم که ورزش کردن معلومه که برای مفاصل ما خوب و کمک کننده است. ورزش باعث حفظ سلامت مفصل در طولانی مدت و حتی باعث احتمال کاهش یا حتی جلوگیری از بیماری‌های مثل آرتروز میشه. بهبود خواب و گوارش. وقتی ورزش میکنیم با افزایش جریان خون در دستگاه گوارش هضم غذا بهتر اتفاق میفته و همینطور با افزایش حرکات روده امکان ابتلا به بیماری‌های مثل یبوست هم کاهش پیدا میکنه. بیاین بریم به سراغ مورد دوم. همه ما تجربه شب بد خوابیدن و افت انرژی در روز بعدش رو داریم. ورزش منظم با افزایش ترشح هورمون ملاتونین میتونه باعث تنظیم چرخه خواب ما بشه و باعث کیفیت بهتر و عمق بهتر خوابیدنمون بشه. البته باید حواستون باشه بین ورزش سنگین و خوابتون حداقل 1 الی 1.5 ساعت فاصله بندازین تا یه وقت موجب بیخوابیتون نشه. حالا تو برام بنویس آخرین باری که بعد ورزش احساس کردی راحت ترین خواب عمرتو داشتی کی بوده؟ ورزش و سلامت قلب. ورزش منظم به ویژه ورزش‌های هوازی میتونه قلبتون رو قوی‌تر و کارآمدتر کنه. علاوه بر اون فشار خون رو متعادل‌تر میکنه و ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی و سکته رو کاهش میده. توی این 10 روز 10 قدرت پنهان ورزش رو با هم مرور کردیم. اندورفین یا همون هورمون شادی، تراکم استخوان‌ها و پیشگیری از پوکی استخوان، کمک به عضله‌سازی، پیشگیری از تحلیل عضلات با بالا رفتن سن، بهبود خلق و خو و احساس آرامش و جلوگیری از اضطراب‌های روزمره‌مون، سلامت خواب، گوارش و قلب و همینطور سلامت مغز و جلوگیری از آلزایمر. امیدوارم این ویدیوها براتون نقطه عطفی بوده باشه که ورزش رو از نقطه‌ای برای بالا پایین رفتن وزنمون خارج کنیم و بهش به چشم وسیله‌ای حیاتی برای زندگیمون نگاه کنیم.
ممنونم از همراهیتون تا اینجا. همه ویدیوها رو ببینید، به هم نظر بدین. این ویدیو رو برای عزیزانتون که سلامتشون براتون اولویته حتما ارسال کنید و خیلی خوشحال میشم اگر توی کامنت ها به هم بگید دوست دارید محتواهای ورزشی بعدی در مورد چی باشه.